و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر واقعا این پولی که دزدیده شده پول زیادی است و این فردم راضی نمی شود، حتما میخواد پولش رو پس بگیرد و واقعا حق خودش هم هست و شما هم مطمئن هستی که این شخص این پولو برداشته، ولی شما از کجا اطمینان میتونی پیدا کنید؟ تنها یک چیز دیگری هست. اگر شما اینو یعنی شما اینو به پلیس معرفی کنید و پلیس آیا پولو به شما برمیگردونه یا نه، اگر واقعا پول شما را برمیگرداند شما هیچ گناهی نکردی، چون شما حق خودتو مطالبه حق خودت میکنی. این که دیگه اونها برنامهشون اینه که این رو مثلا زندانی کنن، دیگه به شما هیچ ربطی ندارد. یعنی شما به این کار هیچ گناهکار نشده اید، چون شما خواستی که این پول خودتو به دست بیارید. اگرم اونها قبول کردن بعد از این پول شما را پس دادند، شما هم میتونی ازش اگر واقعا قبول میکنن که ولی گذشت کنید که زندانی نشود. اما اگر قبول نکردن دیگه مهم نیست، تا اونم تنبیه بشه برای کسان جای راه دیگری. اگر امکان ندارد از طریق شریعت حکم بر او جاری شود، اشکالی ندارد. از این طریق اینا دیگه به شما هیچ ربطی ندارد. شما هدفت این بوده که حق خودت را مطالبه کنی و کار هیچ اشکالی ندارد برای شما. این برای شما هیچ گناهی ندارد، چون شما به این حکم هم راضی نیستی. شما اصل کار شما به خاطر اینه که پولتو به دست بیاوری. نهایتا این که اونها به گونه دیگری حکم میکنن و به روش دیگری حکم میکنن، یعنی اون حکمی که اگر پول شما میتونی پولتو به دست بیاوری و پولتو پس بگیری، دیگه شما کار خودتو انجام دادی، بقیهش دیگه کار اون است. هیچ گناهی برای شما ندارد.